با نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز. چی طوره که میدونیم در یک ماه اخیر نام کمیته شهروندی برای نجات گروگانان و زندانیان سیاسی ورد زبان ها شد و این کمیته هم یک چند بیانیه صادر کرد. هشتگ ها، فلش ماب ها در شبکه های مجازی تشکیل نمود. حالا در صحبت رئیس کمیته شهروندی برای نجات گروگانان و زندانیان سیاسی جناب عبدالستار بابایف هستیم. درود بر شما جناب عبدالستار بابایف. لطفاً به ما میگفتید که تأسیس همین کمیته ایده کی بود و آن دقیقاً کی تأسیس یافت؟ به نام یاد خدا. سلام و عرض ادب دارم حضوری بینندگان گرامی، همدیاران عزیز و از شما همینطور تشکر شهرت جان بنابر این برنامه‌های خیلی خوبتون. راجع به سوال شما همین را گفتنی هستم که براستی در ماه ایول سال جاری وقتی که قضیه حمزه ابراهیم پسری فعال سیاسی روح الله طلازاده به وجود آمد، در رسانه ها اعلان شد که این طفل مبتلای کسل سرطان جنین است و عکسش هم در رسانه ها پهن شد. براستی هر دلی هر بیننده رو ریش میکرد. خب در همین حالت برخی از برادران پیشنهاد کردند به من و یادم هست که ویس الدین آدینیف زنگ زد که باید ما در کنار نیستیم، یک کاری باید کرد، یکان ستاد باید تشکیل کرد درباره قضیه حمزه. و اینچنین نوریدین رضایی یک از فعالان سیاسی گروه 24 هم در شبکه اجتماعی اعلان داشت که باید که حتما یک ستاد تشکیل شود و برای کمک حمزه مساعدت کند. و در حال مهاجران در بیرون از کشور بوده در اروپا به خلاصه آمدند. خب یک عده از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وکیلان دفاع و فعالان اجتماعی گرد هم جمع شدند. ما زیاده از 20 نفر در وقت اول به خلاصه آمدیم که یک ستاد تشکیل کنیم تا که برای کمک حمزه کمک کرده بتونیم. اونا هم در حال ما فلش ماب تشکیل کردیم، هشتگ تشکیل کردیم و یک پتیسیه را هم به راه ماندیم. امضا جمع کردن از تمام مردم خواهش کردیم که در این قضیه بی توافق نباشند و اونا هم حدودی 500,000 امضا جمع شد. تا جایی که شما هم برادران آگاه هستند، هم چی برادران از خارج کشور و چه هم برادران همدیاران ما سهم گذاشتن، امضا کردن. و شما حتی یاد داشته باشید وزیر بهداشت، معاون وزیر تندرستی هم در یک مصاحبه گفته بود که حمزه شفا یافتنی نیست، از تاجیکستان برآمدن او هیچ ممکن نیست و هیچ امیدی برای زنده موندنش هم نیست. اما مردم تلاش کردند و حمزه بالاخره طریق خط سیر دوشنبه ترکیه آمد رسید و در آنجا جراحی شد و بعد از مدتی به اروپا سفر کرد و حالا دارد طبوبت میگیرد و انشاءالله که امید است که شفا مییابد. و تقریبا بعد از یک هفته نگذشته قضیه حمزه، خب دیگر خبر رسید که دختر یک از فعالان سیاسی شبنم خدایداد و فاطمه 10 ساله با مادر کلانش در فرودگاه شهر دوشنبه خب توسط کارمندان کمیته امنیت ملی یا کارمندان سرحدات که اینا مربوط به کمیته امنیت ملی هستند از خط سیر برگردانده شدند، بازداشت شدند، اجازه خروج به آنها ندادند و در این حالت معلوم بود که مادرش شبنم خدایداد و حدودی 5-6 سال دخترش را ندیده بود. و در همین حالت ستاد خودتون میدونید که این یک ساختار موقتی است. در زمان اتحاد شوروی هم اگر یگان حادثه‌های طبیعی میشد، بعضی از وزارت و کارخانه ها جمع میشدن، یک ستاد تشکیل میکردند، اونا میگفتن شتاب. و وقتی که این حالتی رفع میشد، حالتی طبیعی، یگان حادثه طبیعی رفع میشد و اون ستاد برهم داده میشد. چون ستادی ما هم که موقتی بود و برادران اعضای ستاد پیشنهاد کردیم همه در یک جایی که باید یک کمیته تشکیل شود، چون رژیم تاجیکستان فعالیت دارد، مردم را از گروگان میگیرد
و زندانیان سیاسی ما تحت شکنجه قرار دارند. به همین خاطر پیشنهاد شد که یک کمیته باید بر راه انداخته شود و کمیته را هم نامگذاری کردند، کمیته نجات، کمیته شهروندی برای نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان. سلامت باشید. همین میگفتید که آیا کمیته با جز سهمگذاری در قضیه حمزه طلازاده و فاطمه در کمپینی های دیگر هم سهم گذاشته است؟ خب ببینید، وقتی که بعد از قضیه فاطمه با موفق شدیم، فاطمه هم از کشور خارج شد و آمد، حالا در آغوش مادرش هست، خیلی همین جای خرسندی هست، ما اون رو دیدیم رفتیم. خب خوب است، با مادرش یک جا زندگی میکند. و بعدا ما در چندین قضیه های دیگر کمیته ما به تفاوت نبودن، به طرف نایستادن. خب بخصوص در قضیه میر سعید و خیرالله، یک از روزنامه‌نگاران، ما فلش آب و پتیسیا خشتکار رو برای گذاشتیم و البته در اینجا تشبوسی روزنامه‌نگاران خارجی و سازمان‌های بین المللی خارجی بود، اما کمیته هم خدمت خودش توانست تا جای انجام دهد. حتی در قضیه فوتبال بازی که در تاجیکستان بوده، بله، پرویز ترسونوف که در اون تیم خیر شهری وحدت فوتبال باز بود، در بیلاروس بازداشت شده بود. قضیه‌اش همین هم که در تاجیکستان با جرم سلفیت او را محکوم کرده بودند، بازداشت شد و ما به تفاوت نیستیم و تا حالا مکتوب و اظهارات و خواهشات ما به حکومت بیلاروس رفته ایستاده است و امید است که در آینده آزاد می شود. و همینطور در قضیه رهبر گروه 24 سهراب ظفر که در ترکیه بازداشت شد، کمیته در جلسه خود پیشنهاد شد که یک مکتوب به نام مقامات‌های مربوطه ترکیه که مربوط به این قضیه برادر سهراب ظفر هستند، ما یک مکتوب آماده کردیم، یک اظهارات به زبان ترکی، روسی و انگلیسی ترجمه شد و به مقامات داخلدار ترکیه هم روان شد. و اینچنین در قضیه آخر، در قضیه جنیدالله خدایارف، یک جوانی که شهروند جمهوری تاجیکستان از منطقه رشت و گویا که با شاهدی خطیبی محله وقتی نماز خواندن، کتفش رو با کتفی هم کتفش رو در کیمتی در برش بوده و یا که پایش رو پهم گرفته نماز خونده است و در حالتی رکوع و سجود رفعیت کرده است و گفتند که فرض رو خونده است و سنت رو نخونده است و به همین خاطر اونا هم دیگه پرونده شدن و با 5 سال با جرم سلفیت 5 سال محکوم کردن. و حتی ما دیدیم که همون امامی که شاهدی داده بود در نزد دادگاه مکتوب ارسال کرد به نام رئیس جمهور و مقامات داخلدار کشور، گفت که این شاهدی و این نشان داد از من در زیر تعقیب، در زیر فشار گرفته شده است، چون این حالت نیست. هیچ وقت من ندیدم که جنیدالله خدایارف چنین طریق نماز خوانده باشد. من را مجبور کردند، من چیکار کردم؟ این شاهدی را دادم و این را حاضر رد میکنم. اما متاسفانه ببینید که مقامات کشور بر جنیدالله خدایارف 5 سال زندان حکم کردند و ما به تفاوت و بیکنار نخواهیم بود و قضیه دوام دارد. کمیته همه کوشش سعی تلاش خود را خواهد کرد و در آینده هم میکنیم و با سازمان‌های حقوق بشر و با روزنامه‌نگاران بین المللی مراجعت کردیم تا که قضیه خدایارف، جنیدالله خدایارف باید دیده شود، از نو بررسی شود. و اینچنین کمیته ما یک ژورنالی رو بر راه ماند، حتی حدودی 1000 نفر در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا اون بر راه ماندیم و این هم عبارت از حدود 70 صفحه هست. ببینید، خب به زبان هم روسی و هم به زبان انگلیسی نشر شد و در جلسه صحه با تمامی به حدود 850 تا 850 عدد با مهمونان دسترسی رسوندیم و این هم عبارت نامش هم به زبان روسی تاجیکستان جرتی پلیتسکا و پرسلیدوانیا نامگذاری شده است و به زبان تاجیکستان قربانی تعقیب‌های سیاسی، بله، با 2 زبان این ترجمه شد. و این ژورنال ما هم عبارت از 6 فصل، از 6 باب است،
از 6 باب است عبارت است. خب در اینجا اسمی در بابش اسمی 200 نفر از زندانیان سیاسی درج گردیده است. در باب اولش که 200 نفر زندانی رو ما در اینجا درج کردیم، جمع آوردیم و اینچنین در باب دوم بعدی از بابی که زندانیان سیاسی در باب دیگرش قضیه به شما عرض خواهیم کرد. حالا خب قضیه اونانی که کشته شدند، اونانی که چی در زندان و چی در غیر زندان به شهادت رسیدن. دوم باب سیاست مداری هستند که طریقی هم مسمومی و دیگر طریق ها به شهادت رسانده شدند. و اینچنین در قسم سوم این ژورنال ما شخصانی که در زندان و یا غیر از زندان به شهادت رسانده شدند، در اینجا 22 نفر نام نویسی شده است و شخصانی که طریق مقامات تاجیکستان از دیگر کشورها ربوده شدند، یعنی دزدیده شدند. اینها هم حدود 9 نفر هستند. و در قسمت باب دیگر در این ژورنال ما خب شخصانی که در بگیم که عملیات شهر خاروق کشته شدن در سال 2012 اینا هم 21 نفرن که در اینجا آورده شدن. و در باب پنجم خب شخصانی که در تاجیکستان توسط مقامات تاجیکستان شکنجه شدن، چی در زندان ها و چی در زندان ها، نه در مقامات های هم امنیتی کشور و هم وزارت داخله که اسم اونها در اینجا آورده شدن، حدودی به شما عرض کنیم که حدودی 80 نفر. و قسمت آخری این ژورنال ما عبارت است از اونانی که در همچون اکستریمیسم به زندان آوردن. یکی از یک قشلاق قلعه نوی منطقه راغون 20 نفر به تهمت سلفیگی در از یک قریه از یک قشلاق برده زندانی شدن. و اینچنین در اینجا در قسمت دیگر قضیه خاندان جنت الله کامیلوف که از یک خاندان در تاجیکستان به طریق وحشانیت از فرانت خلقی کشته شدن. اینها 22 نفرند که اسم هر یک اینها آورده شدن و اینها هم که خیلی عرض کردم اسم خاندان یکی از فعالان سیاسی جنت الله کامیل است. در همین قسمت ژورنال شما عکس های محمد علی حیید، بزرگمهر یاروف و خیلی که میدونیم سازمان های حقوق بشر هم طلب کردن از حکومت تاجیکستان که یک توصیه کردن که محمد علی حیید و بزرگمهر یاروف و زید سعیدوف آزاد شوند و علاقه 6 ماه هم به اتمام رسید و کمیته در این قضیه و در این بابت چی کارهایی رو انجام دادن است؟ خب شما درست قید کردید. وقتی که سازمان ملل متحد به مقامات تاجیکستان وقت داد که در مهلت این 6 می بود، 6 می همین سال جاری بود و دیروز هم 6 نوامبر این 6 ماه شد در قضیه محمد علی حیید و در قضیه زید سعیدوف 17 می بود و 17 نوامبر 6 ماه اون مهلت به اتمام میرسد و سازمان ملل هم به حکومت تاجیکستان وقت داده بود که در مهلت 6 ماه باید اینها آزاد شوند و جبرانی مالیات به آنها داده شود. تا جایی که ما دیده ایستادیم حالا حکومت تاجیکستان آرام است، چیزی نگفته است، اظهار نکرده است. فکر میکنم نمیخواهد که این زندانیان سیاسی آزاد شوند. کمیته ما یک سلسله برنامه ها دارد که فعلا در اینجا جزئیاتش رو نمیگوییم و بعدا ما این تصمیم رو خواهیم گرفت، چی خواهیم کرد در جلسه کمیته قرار قبول میکند و بعد این رو ما اعلان میکنیم که چی کار میکند، چی کار براه میموند. و این چنین کمیته ما در این مهلت سایت خود رو براه ماند که حالا در تاجیکستان سایت ما رو محدود کردند و حتی امروز هم به من خبر دادن که خب در فیسبوک ما نمیتونیم از طریق سایت وارد شویم و این رو هم ما چاره بینی کرده ایستادیم که خب عباره زندانیان سیاسی به همگان معلوم است. همین گروگانان سیاسی در این بابت یک کمی شرح میدونید؟
خب ببینید ما گروگان‌های سیاسی گفته خب خودتون میدونید شورا جان، چون خانواده شما هم گرفتار چنین مصیبتی هستند. خب در شبکه‌ها من خواندم که خب پسر خواهران شما، خواهرزاده های شما میخواهند که از کشور خارج شوند، با اونا مانع میشوند و این به مثل اینها ما صدها نفر از برادران فعالان سیاسی داریم که نمیتوانند فرزندانشان، نزدیکانشان از کشور خارج شوند. اینا دیگر گروگانی هستند. کودک و زن و ببینید زن و کودک و اینها چی گناهی دارند، بچه مرتکب کدام جرم شدند که امروز نمیتوانند که با پدر و مادر خود، خب با شوهر و برادران خود یک جا زندگی کنند. زنها امروز در کشور البته که اینا گروگانند و گروگان هم محسوب شود و حاضر بعد از این تشکیل کمیته تا جای دیدیم که حکومت تاجیکستان هم برخی از فعالان سیاسی به فرزندان و خانواده‌اش اجازه داده است، مانع خروج آنها نشده ایستاده است. این هم یک فوری خوب است. ان شاءالله باور داریم که هر کسی که از تاجیکستان دیگر میخواهد باید که نباید سد راه شوند، چون اونا هم میدونند که دیگر این بر ضرر خودی حکومت است. اینا ببینید در تاجیکستان ما نمیگیم که همه مشکلات به همه کارمندان و مقامات های کشور نداریم، و برخی از مقامات و کارمندان داریم که اونا سد راه آزادی مردم، آزادی بیان و مانع زندگی آزادانه مردم میشوند. آیا تا حال هیچ نفر از گروگانان سیاسی یا اینکه پیوندان زندانیان به کمیته برای کمک مراجعت کردند؟ خب ببینید من یک مثال رو به شما میارم. همین قضیه رو برمیگردیم به قضیه فاطمه. همون شبی که اولی که فاطمه خردسال رو از فرودگاه پس گرداندن، به من خودی شبنم زنگ زد. شبنم خودده فعال سیاسی. من اما حالت رو هیچ وقت از یادم نمیارم. وقتی به من زنگ زد با همین لحن، فقط همین قدر، اول با من گفته بود که خب دختری من انشالله که خارج می شود از کشور. حاضر اون چون رابطه داشت که فاطمه دارد فرودگاه می رود، فاطمه الان در سفر است و او را پیشکی به من گفت که من یک به قول خودم که یک خبر خوشی دارم، انشالله که دختری من فاطمه می آید، برایش دعا کنید. بابا ایشان به همین لحظه گفت و ما روز خرسند بودیم. ساعت تقریبا 12 شب بود و من روز از خرسندی همون شب خواب نکرده بودم. حدودی ساعت‌های یک شب بود که دوباره صدای زنگ شد. من برداشتم دیدم شبنم و شبنم این دفعه با تمام وجودش داد و فغان میکرد. الان نمیتونم چه خیلی گویم. داد و فغان کرد، گفت که بابایشان فرزندی من را گفت از فاطمه را گفت برگردوندد از فرودگاه. بسیار داد و همین خیلی به یک لحظه به یک ثبت داد و فغان کرد که من خیال کردم که دیگر همین جگر کس پاره می شده. همین هیچ وقت از یاد ما نمیرد مراجعت همون و چندین از برادران دیگر هم مراجعت کردن که خب فرزندان ما همین خیلی در بند هستند، برای اونها اجازه ورود نمیدهند. چندین نفرها با ما مراجعت کردند و این مراجعت شبنم خود دو و هیچ وقت از خاطرم تا وقتی هستم اون صدای گریهش تا حالم در گوشم دارد صدا میدهد، از یادم نمیرود. و کمیته ما همه برادرانی که در این کمیته هستند، عضو این کمیته هستند، ما عهد و پیمان کردیم تا مدتی که تا وقتی که یک زندانی سیاسی در کشور در زندان است، تحت ظلم قرار میگیرد، کمیته از فعالیت نخواهد ماند. ما کوشش میکنیم تا آخرین زندانی ما آزاد شود و این را ما به گوش تمام جامعه جهانی، به گوش سازمان‌های بین الملل حقوق بشر و همه سازمان‌ها خواهیم رسانید. به کشورهایی که در آنجا کرامت انسانی حفظ می‌شود، انسان شرافت دارد، مراجعت خواهیم کرد و برای آزادی زندانیان همه تلاش را خواهیم کرد و با همین آرمان ما زندگی می‌کنیم و تا آخرین اگر زندانی سیاسی ما از کشور از زندان آزاد نشود ما آرام نخواهیم بود. سلامت باشید جناب عبدالستار بابایف. بینندگان عزیز، یادآور می‌شویم که در صحبت ما رئیس کمیته شهروندی برای نجات گروگانان و زندانیان سیاسی بود. شما را با خدای منان می‌سپاریم تا برنامه‌های دیگر. خدا یار و مددگارتان باشد.